از حمله گروهی تروریستان بر قلوردوی شاهین 4 روز می‌گذرد و تازه به خبرنگاران اجازه ورود به محل رویداد داده شده است. از دربه که مهاجمان نخستین درگیری خود را با نیروهای قل اردوی شاهین آغاز کردند، به جایی می‌رویم که حادثه با از بین بردن حمله کنندگان ملبس با لباس نظامی پایان یافته است. تروریستان مسجد جامع و طعامخانه قل اردوی 209 شاهین را مورد هدف قرار دادند، جایی که بیش از 153 نمازگزار در آن کشته و 87 تن دیگر مجروح شدند. اینجا مسجد جامع قل اردوی 209 شاهین در بلخ است، جایی که روز جمعه دست از مهاجمان تروریست و شمال از نیروهای امنیتی افغان حمله کرده و تعداد زیادی را شهید ساخته و شمار دیگری هم مجروح کردند. ما به داخل مسجد میریم و میبینیم که چه آثار از حمله باقی مانده و نظر به معلوماتی که به ما مسئولین امنیتی قلوردو دادن، در این حمله مهاجمان انتحاری و 7 تن دیگر ملبس با سلاح‌های پیشرفته درگیر نبرد با نیروهای امنیتی افغان شده که در نتیجه در داخل مسجد بیش از 50 افغان کشته شده و همچنان در اثر یک انتحاری که در قسمت بیرونی در نزدیکی به طعامخانه انتحاری صورت دادن، اینا گفته میشن، اما تعداد از هویت کشته شدگان اردوی ملی مشخص نشده. مهاجمان بر وضوخانه مسجد حمله انتحاری انجام داده و نیز بر اتاق امام مسجد که 10 سرباز در آن مخفی بودند بم دستی پرتاب کردند. قسمت از مسجد سوخته و گفته شده است که در اثر آتش سوزی شدید و انفجار بم شدید شناسایی تعداد از کشته شدگان کار دشوار است. عبدالقهار آرام، سخنگوی قل اردوی 209 شاهین، در رابطه با تعداد مهاجمان چنین میگوید: تعداد مهاجمان 10 نفر بوده، 3 نفرش انتحار شده و 7 نفر دیگهش در این محوطه مسجد که ما شما قرار داریم توسط نیروهای منصوبین قل اردوی 209 شاهین و کندک 5 ذوالفقار کماندو از بین برده میشه. جا طعامخانه قل اردوی 209 شاهین محلی که یکی از مهاجمان خود را انفجار میده و تعداد زیاد از نیروهای امنیتی در اینجا کشته می شوند. باید گفت که طعامخانه نظر به معلوماتی که مقامات به ما شریک ساختن ظرفیت بیش از 1.5 میلیون نفر دارد. یکی از مهاجمان نیروهای امنیتی افغان را هدایت میکنند که به طعامخانه برن و بعد خودش داخل طعامخانه میشه و خود را منفجر میده. تاکنون مقامات از افشای آمار دقیق این رویداد خودداری کردند، اما نظر به معلومات دکتران شفاخانه نظامی که بیش از 150 تن کشته و تعداد مجروحین نیز به بیش از 80 تن میرسد. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح بر عهده گرفتند. مجیب رحمان حبیبزی، رادیو آزادی، مزار شریف.